از خون سیاوشم هم خون سیاوشم. پیام مهرآفرین به مناسبت خموشی آفریدگار سرود آتش زرتشت. بازار صابر. بازار صابر هم ماندگار شد. امروز از انوشه شدن استاد بازار صابر سخن بر سر بازار است. از بدرود گفتن بازار صابر شاعر و اندیشمند تاجیکستان حکایت هاست. از مردن یک شاعر تاجیک کیان ایران منش، از پر کشیدن از نقاب بر خاک کشیدن یک سخنور توانا خبرهای داغ داغ میشنویم. برخی وی را شاعر مردمی میدانند، برخی وی را شاعری کافر میپندارند و برخی وی را شاعر آزاده و برخی ماتریالیست. فراموش نکنیم شاعر هر جامعه از فراز و نشیب و بالا و پایین‌های روزگار خود بی‌گزند نمی‌ماند. بازار صابر نیز برون از زمان و مکان نبود. ما اگر به دور از پیوردی و تعصب به قامت شعر و شخصیت بازار صابر نگاهی صبورانه و وجدانی بیفکنیم، این پرسش به ذهنمان میرسد: با همه کاستی ها کدام شاعر معاصر تاجیک به مانند وی از پوست و استخوان غزل و قصیده ابزار روشنگری برای بیداری مردمش ساخته و پرداخته است؟ به جز استادانی مانند مؤمن قناعت و ترسمزاده و لایق شیرعلی، اگر بی تعصب نگاهی به ساختمان شعر بیشتر شاعران امروز تاجیکستان بیفکنیم، شوربختانه جز بازی با واژه‌ها و ادا و اطفار ادبی چیزی دستگیر نمی شود. یا به زبانی روشن‌تر شاعران امروز چنان غرق در کلمات هستند که دست و پای خود را در حرف‌ها و واژه‌ها گم کرده‌اند و از کاروان سالار معنا و آرمان سخن باز مانده‌اند. بازار صابر بسیاری از دیوارهای پیرامونش را فرو ریخت. برای همین سخن بازار صابر برخاسته از دل بود، نه از سرزمین جغرافیای شکر. بازار پس از جنگ شهروندی به خانه پدری کوچید، اما از آنجا که روان وی آزاده بود به زودی دریافت خانه پدری یعنی ایران جای کلک فرسایان راستین ایران اندیش نیست. این خوشبینی را از سرزمین محبوبش روسیه داشت، اما آنجا جز خیال واهی بیش ندید. سرانجام به امریکا کوچید، جایی که ممدوح شعر وی ولادیمیر الیچ لنین یک قرن پیش پیشگویی کرده بود که امپریالیسم امریکا به زودی نابود می شود. سرانجام هیچ کجا به مانند امریکای کاپیتالیست مأمن امنی برای دوام زندگی این شاعر لنین ستا نشد. شانس بزرگی که وی در زندگی آورد پیوند وی با ریاست جمهوری تاجیکستان عالی جناب امام علی رحمان مرد ادب دوست و تاجیک پرست بود. سرور دولت و ملت تاجیکستان با چشمان زیبابین خدمات و نکات ارزنده شعر و هنر استاد صابر را دیدند و ستودند و وی را از امریکا به مام میهن دعوت کردند و با شکوه هرچه بیشتر شاعر خسته و رنجور از روزگار را گرامش داشتند. تا جایی که من شنیدم رئیس جمهور فرهنگمند تاجیکستان هم به استاد بازار صابر و هم به مؤمن قناعت هر کدام خانه ارمغان دادند تا در خاک خیش بی اندوه و ملال بیاسایند. به هر روی ما روان آزاده و فروغ اندیشی این بزرگمرد را می ستاییم و باورمندیم بازار صابر آفریدگار سرودهای آتش زرتشت و تاجیکمن هرگز از نزد ما نرفت و نمی رود و برای همیشه انوشه ماندگار و جاودانه شد. مهرمندتان مهریار مهرآفرین، امریکا، 1 ماه می 2018 ترسایی. تاجیکم من تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم. خونی من خونی میاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن تاجیکم. تاجیکم من تاجیکم، با وطن هم